خوشمزه ترین دسری که برای یلدا میتونید درست کنید همین روکر اناره که هم خیلی ظاهر شیکی داره و هم خیلی راحت آماده میشه. بریم که با هم بسازیمش. یه بسته پودر ژله آلوئه ورا رو با یه لیوان آب جوش مخلوط کنید و روی بخار کتری بذارید تا ذرات ژلاتین کاملا حل بشه. قالبتون رو خوب چرب کنید و به صورت مورب روی یه ظرف دیگه قرار بدین. کف قالب 1-2 قاشق از ژله آلوئه ورا بریزید و اجازه بدید تا نیم بند بشه. وقتی که نیم بند شد خلال پسته و انار رو روش بریزید. از ژله آلوئه ورا روش بریزید تا سطح انار رو بپوشونه و اجازه بدید تا نیم بند بشه. دوباره این کار رو تا بالا انجام بدید و بذارید تا ببنده. شیر، شکر و نشاسته ذرت رو مخلوط کنید و روی حرارت هم بزنید تا غلیظ بشه. وقتی به این غلظت رسید ژلاتین بنماری شده رو به همراه وانیل بهش اضافه کنید و از روی حرارت بردارید. حالا خامه رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. میتونید به جای خامه از بستنی وانیلی یا خامه قنادی زده شده هم استفاده کنید. بیسکویت های پتی بور رو به تیکه های کوچیکتر تقسیم میکنیم و وقتی که موادمون از داغی افتاد بهش اضافه میکنیم. میتونین به این ترکیب انار دون شده و خلال پسته هم اضافه کنید که من اضافه نکردم. وقتی که موادتون از داغی افتاد روی ژله بریزید و حداقل اجازه بدین 10 ساعت توی یخچال بمونه. بعد از این مدت خیلی راحت از قالب جدا میشه و به همین راحتی دسر خوشگل و خوشمزه ما آماده. مثل همیشه ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که درستش کنید و دوستش داشته باشین. نوش جان.